دری که نباید باز بشه این در دعانویساست. نمیگم کارشون موثر نیست، به هیچ عنوان سراغشون نرید. خیلی دوست دارم اینو دختر رو همه عزیزان ایران بدونم. ببینید دعانویسی تاثیر داره، یک آدمایی بلدن این کارو کنن. دقت کنین که اصلا ما راجع به مرد و زن حرف نمیزنیم. من یه خونه‌ای دارم میخوام فروش بره و نمیره، میرم پیش آقای ایکس یا خانم ایکس که دعانویسه، میگم یه دعایی به من بده که این خونه به فروش بره. در چیدمان کائنات شاید فروش اون خونه یک زمان الهی داره، شاید اصلا نباید فروش بره، که انقدر حکمت پشتش هست که ما اصلا نمیدونیم چیه. شاید اصلا در طول قید حیات این دنیامون هم متوجه نشیم. وقتی میریم اون کارو میکنیم، اون از یک راه غیر الهی دری رو باز میکنه برای ما که اون خونه فروش میره. انقدر یه دری رو باز میکنه که قرار نبوده باز باشه. از لای اون در مصیبت ها، درد ها، بیماری ها، بی‌آبرویی ها و اتفاقاتی وارد زندگیتون میشه که بیشک بعداً میفهمین که اصلا نمیارزید که این پسره رو داشته باشم ولی مادرم رو اینجوری از دست بدم، این خونه رو بفروشم ولی پول اونجا اونجوری به فنا بره. بهتون قول 100% میدم به شرفم، برای هر چیزی که دعا بگیرین 10 برابر اون چیز مصیبت وارد زندگیتون میشه به مرور. بنابراین شما دارین با شیطان معامله میکنین، میگیرین اونو، چیزای دیگه هم بهتون میده. این در باید به زمان الهیش باز بشه، حالا هر چی که هست.